پروردگارا این خانه همه آب سیل زیر کرده است. آقای بینید تو چهش خود کاری بدنه را این خانه در اومده این خانه ای که قرآن و جای نماز بود سیل نرسید. هنگام ضرر نرسید. این همه پس بود. من این بلندی بود. قرآن دامجه بودن؟ خوبه من چای پستی بنا دارم. نه گوینی خوب تو. اینجا خونه بیاموشتن بیام که همشه منجش بدارم مالا اورونی آب ببینید تا کجای آب بروندگی اونجا بلند بلندی بدارم دیگه این بلنده ببینید این بلنده ببینید چه خیلی است اونجا چی خودش هم اونجا اینجا پدوار بود پدوال ببینید چه خیلی پدوال پستر بود از بابای خونه این معجزه الله ببینید نبینید تا کجای آبان ماشاءالله معجزه خدای دیده این زور خودش بود نبینید اینجا آب نداره اون دست این درش نبینید نبینید تا کجای آب بود است معجزه ببینید درش نرسید از آب قرآن ببینید جای نماز قرآن ماشاءالله الله اکبر الله اکبر بزرگی الله اگه اونجا شما نرسید است این معجزه خدای دیده کی؟ هیچ کس باور نمیکنه معجزه این خانه همین بیزیروده بیزیرو خانشون یگون کس باور نه یگون کس باور باور تو کجای برام دیگه باور تو اینجا برام بگی معجزه الله همین هم هر هفتهتون قرآن دیده چه نستاده هم میچنش یگون تس ارسل ندیده ببینید تو تگه باید درمه اینجا ببینید خانه هم تو رسوا شده لگه چی چیزای صندوق اوروها ماشاءالله فرماما مرغ چجا برده همه خانه این منه نزسته خانه بیزیرا ده معجزه پروردگارا این خانه همه جاش آب سیل زیر کرده است آقای بینید تو چهش خود کاری بدنه را این خانه در اومده این خانه ای که قرآن و جای نماز بود سیل نرسید هنگام ضرر نرسید این همه پس بود من این بلندی بود قرآن دامجه بودن؟ خوبه من چای پستی بنا دارم نه گوینی خوب تو. اینجا خونه بیاموشتن بیام که همشه منجش بدارم مالا اورونی آب ببینید تا کجای آب بروندگی اونجا بلندی بدارم دیگه این بلنده ببینید این بلنده ببینید چه خیلی است اونجا چی خودش هم اونجا اینجا پدوار بود پدوال ببینید چه خیلی پدوال پستر بود از بابای خونه این معجزه الله ببینید نبینید تا کجای آبان ماشاءالله معجزه خدای دیده کی؟ این زور خودش بود نبینید اینجا آب نداره اون دست این درش نبینید تا کجای آب بود است معجزه ببینید درش نرسید از آب قرآن ببینید جای نماز قرآن ماشاءالله الله اکبر الله اکبر بزرگی الله اگه اونجا شما نرسید است این معجزه خدای دیده کی؟ هیچ کس باور نمیکنه معجزه این خانه همین بیزیروده بیزیرو خانشون یگون کس باور نه یگون کس باور باور تو کجای برام دیگه باور تو اینجا برام بگی معجزه الله همین هم هر هفتهتون قرآن دیده چه نستاده هم میچنش یگون تس ارسل ندیده ببینید تو تگه باید درمه اینجا ببینید خانه هم تو رسوا شده لگه چی چیزای صندوق اوروها ماشاءالله فرماما مرغ چجا برده همه خانه این منه نزسته خانه بیزیرا ده معجزه من سلام دوستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عاشقان مدرسه محمدی و زائران خانه خدا، پیش از آغاز صحبت از این فرصت نورانی، از این فرصت نزول رحمت خدا، از این فرصت اجابت دعا امید دارم که این لحظه ها باشد. اولا برای شما از پروردگار مهربان عاجزانه دعا میکنم که قدم‌های از راه دور و نزدیک رنج فرموده‌تان را برای خاطر آمدن این مدرسه محمدی اجر جزیل نصیب فرماید و هر مراد و مقصودی که داشته باشد خداوند به مقصودتان رساند. پروردگار بیمارای شما را شفای کامل و عاجل نصیب گرداند و به فرزندان شما را فرزند صالح و روشنایی چشم برای شما عزیزان و فرزند افتخار برای یکایک ما و شما باشند نصیب گرداند. پروردگار مسافرای شما را و خصوصا عزیزانی که امروزها از ما التماس دعا دارند و برای سفر کاری به غریبی ها می روند، خداوندا این دادرای عزیزه این عاشقان مدرسه محمدی را در پناه اسم تو سلامت نگه دارد و بعد از انجام سفر با دست پر سالم به خاندانشان بازگرداند. بیگاهی بود دیروز یکی از مخلصان و عاشقان مدرسه محمدی حاجی مولا نجم الدین از ما التماس دعا کردند به خاطر بعضی تشویش هایی که بالای فرزندان عزیزش آمده است. خداوندا دادرای عزیز ما را از او تشویشی که تو برای اونها میسر کردی با دست دشمنان نجاتشان نصیب فرما و از قطار اونها همه بندگان مومنی که امروز تشویش بر خود دارند خدایا اونها را از تشویشاشان نجات عطا فرما. آمین. خوب، الحمدلله این جمعه ما و شما باز روبروی یکدیگر نشستیم و از دیدار یکدیگر انشاءالله بهره برده ایستادیم و صحبتی که با شما پیشتر هم وعده کرده بودم این تفسیر و ترجمه سوره مبارکی واللیل بود و با توفیق پروردگار من میخواهم امروز این وعده دادگی خود برای شما عزیزان اجرا نمایم. البته من گجا و ترجمه و تفسیر کلام خدا گجا، اما عرب ها مقال دارند ما لا یدرک کله لا یترک کله. یک چیزی که همیشه به دست آورده نمیتوانیم ما باید چه میشه هم باشد کوشش کنیم به دست بیاریم. شاعر میگوید آب دریا را اگر نتوان کشید، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدری تشنگی باید چشید. اگرچه من با این علم ناکرایی خود نمیتانم این سوره مبارکه را با همه فصاحت و بلاغتی که دارد، معجزاتی که دارد،
اعراب نحوی که دارد به شما بیان کنم، لیکن عزیزان من به قدری دانش خود همون ترجمه ای که مفسرها در کتاب ها و ترجمان ها کردن برای شما میگویم. قرآن کلام الهی است، برای سعادت بشر نازل شده است. او کتابی نیست که ما فقط برای دیوانه ها خوانیم تا اینکه دیوانه ها صحت شوند. او کتابی نیست که ما فقط در خدایی ها خوانیم به خاطر ارواح ها از ما خوشحال شوند. او کتابی نیست که بالای بیمارها بخوانیم تا اینکه سکرات مرگ برای اینها آسان شود. آره، قرآن برای اینها هم هست، اما مقصد از آمدن قرآن اینها نیست. مقصد از آمدن قرآن این هدایت و راهنمایی بشر است. مقصد از آمدن قرآن پند گرفتن از سرگذشت متکبران پیشین است. مقصد از آمدن قرآن عمل کردن به امر و نهی اوست. این است قرآن. از این سبب رسول اکرم گفتند القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. قرآن دسترخوان پرفیض، پربرکت و پرناز و نعمت خداوندی است. او دسترخوان است که در بالای او از تمام انواع میوگی ها و خوراکی ها و نوشابه ها، شیرینی ها هست. او کتاب است که در او تمام انواع و احکام زندگی با همه شاخه هاش هست. بنابر هر کدام ما و شما وظیفه دار هستیم از این دسترخوان پرفیض الهی به قدر دانش خود، به قدر فهمش خود بهره گیریم. همان بهره را که اصحاب پیغمبر گرفتند و صاحب سعادت دنیا و آخرت شدند، همان فیض را که تابعین و تبع تابعین گرفتند با این صاحبی سعادت شدند، صاحبی سربلندی هم در دنیا و هم در آخرت شدند. امروز عالم اسلام خار است. امروز عالم اسلام در هر کجا زیر بمباران ها قرار دارد. امروز عالم اسلام اختلاف دارد، به یکدیگر دشمنی دارد، به خاطر دور شدن از قرآن است، به خاطر عمل نکردن به قرآن است، به خاطر پند نگرفتن از آیات و از ضرب المثل های قرآن است. دشمنان اسلام خوب می‌دانستند تا قرآن از جامعه مسلمان ها کناره نرود، تا قرآن از خانه مسلمان ها دور نشود، تا قرآن از ذهن مسلمان ها فراموش نشود، ما نمیتانیم مسلمان ها را استثمار کنیم. این سخن چرچیل است. این سخن انسان است که مکارترین و داناترین انسان اروپا بود، سروزیر سابق انگلیس ها در وقت جنگ دوم جهانی. این سخن انسان است که قریب اکثر جزیره های عرب و آسیا را استیلا کرده گرفته بود، اما در مقابلت مسلمان ها که شکست خورد مجبور ترک کردن جزیره عرب و هندوستان و پاکستان شد. بنابر او تفکر کرد، او اندیشه کرد که برای چی ما نمیتانیم مسلمان ها را غلام خود کنیم، نمیتانیم اونها را تابع خود کنیم، نمیتانیم اونها را استثمار کنیم. اندیشه کرد، فکر کرد، به همین خلاصه آمد.